رزمایش موشکی اقتدار ولایت در حالی به مراحل نهایی خود نزدیک می شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقدامی مهم گوشه دیگری از عظمت شهرهای موشکی خود را در قاب نگاه جهانیان گذاشت تا دل هر ایرانی و دوستدار ایران اسلامی آرامتر و اندام دشمنان این مرز و بوم لرزانتر شود. دشمنانی که ایران امن، مستقل و مقتدر نمیخواهند. اقتدار دفاعیمون رو و امنیت ملیمون رو به هیچ وجه حاضر نیستیم در موردش صحبت بکنیم. خط قرمز ماست. امریکایی ها حرکت جدیدی رو و پروژه جدیدی رو کلید زدن و بعد از برجام دنبال مرحله جدید تحریم‌های موشکی هستن. هدفشون این هست که در واقع چراغ‌های امنیت کشور ما رو میخوان خاموش بکنن و طبیعتاً همون گونه که تا الان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کسی باج نداده، در این مرحله هم اونها رو ناکام خواهد گذاشت. شهرهایی که انبوهی از موشک‌های بالستیک نقطه زن را در دل خود حفظ می‌کند. بامداد سه‌شنبه 18 اسفند 1394 و غرش قدرتمندانه قیام از اعماق زمین و از سیلوهای زیرزمینی پرتاب موشک. نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.